باورهای غلط در مورد ریزش مو، پارت دوم، باور چهارم. دوستان سلام، به ویدیو ما خوش آمدین. خوشحالم که ما رو همراهی میکنید در مورد باورهای غلطی که تو جامعه هستش و ما هممون باش مواجه هستیم و فکر میکنیم که درسته، ولی نه، باورهای غلطی هستن. تشکر میکنم که ما رو همراهی میکنید، با دوستانتون به اشتراک میذارین و معرفی میکنید. یکی دیگه از باورهای غلطی که وجود داره این که میگه برو عطاری محلتون یه دونه آلوورا بخر، اونو بیا بشورش، اون ژله توشو بمال سرت، خیلی خوب میشه، کلا موهات تقویت میشه و مشکلات ریزش مو برطرف میشه. این یه باور غلطه. برای اینکه با تحقیقاتی که من انجام دادم فقط نوع خاصی از آلوورا هستش که به صورت تغذیه میکنه بافتای بدن رو و اونم آلوورا باربادنسیس میلر هستش که تو آمریکا هم هستش فقط. و این آلووراهایی که توی بازار هستن آلووراهایی هستن که تمام سموم محیط رو به خودشون میگیرن، مثل سم ناشی از دود ماشین ها، مثل دود سیگار، آلودگی محیط، همه رو به خودش میگیره. بس این آلوورا اصلا به درد نمیخوره که بخواین ازش استفاده کنین. این آلوورا خودش پر از سمومه و بیشتر سم وارد بدنمون میشه. مورد بعدی این هستش که شامپوهای خاصی تو هستش که میتونین شما استفاده کنین تو همون بالا برندهای مختلف، کارخونه‌های مختلف هستن. شامپو ضد ریزش 100% بهتون کمک کنه. این اشتباهه، این یه باور غلطه. برای اینکه شامپوهایی که استفاده میکنیم ما فقط خاصیت شویندگی دارن. تنها شامپویی که خاصیت درمانی داره شامپو کتوکلونازول هستش که باعث میشه DHT تو ریشه موها، تو فولیکول موها بلاکه بشه و جلوگیری میکنه از ریزش موی هورمونی. بقیه شامپو فقط خاصیت شویندگی دارن. فقط این شامپو هستش اگه شما ریزش موی هورمونی داشته باشین به شما کمک میکنه. باور غلط آخر تو پارت دوم این هستش که شما موخوره داره، موهاتون ریزش داره، نازک ضعیفه و موخوره داره، برو یه بسته اومگا بخر داروخونه، اومگا شروع کن بخوردن. اولا اومگایی که استفاده میکنین اومگایی باید باشه که جیوه نداشته باشه، چون خود همون جیوه وارد بدنتون میشه و مشکلاتی به وجود میاره. دومی که اومگا شاید گردش خون تو مغز شما، تو سر شما بیشتر بکنه، وارد فولیکولای مخونرسانی بیشتر بشه، ولی با ساقه موی شما کاری نداره. ساقه موی شما یه بافت مرده است و اون هیچ کمکی نمیتونه بکنه به موخوره سر شما. پس اینم یه باور غلط هستش. متشکرم که با ما تا الان همراهی کردین. این باورهای غلط رو ما تو جامعه خیلی داریم و خیلی خوبه که اینها رو بدونیم، به همدیگه آموزش بدیم و البته با تحقیقات در این مورد. بدون تحقیق نمیشه صحبت دیگران رو کنسل کرد. با تحقیقات علمی، با استناد به آخرین اطلاعات علمی میتونیم همچین چیزی رو توی جامعه داشته باشیم و به همدیگه آموزش بدیم. خوشحالم که در کنار ما هستیم. روز روز